اول هم پیام دوستی و ارادت رو خدمت همه عزیزان داشته باشیم. دوم اینکه به هر حال دو کشور ایران و افغانستان با یک پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله عملاً همسایه خاص ما هست افغانستان و دولت 14 از آغاز دولت همواره نگاه خاصی به کلیه همسایه ها داشته و مراودات و سطح تبادلات سیاسی و همه موارد رو با کلیه همسایگان الحمدلله تونسته ارتقا بده. به خصوص با افغانستان نگاه ما این هستش کشور دوست و برادر افغانستان بتونیم سطح مراودات و ارتباطاتمون رو انشالله افزایش بدیم. در روزهای آتی هم قصد داریم که با مقامات دولتی افغانستان انشالله دیدارهایی که داریم برای ارتقاء سطح تبادلات و ارتقاء همکاری های فیما بین برنامه‌ریزی هایی که انجام دادیم دنبال بکنیم و برنامه‌ریزی های جدیدی هم داشته باشیم که بتونیم دو تا کشور در سطوحی که میتونن برای هم دیگه مفید باشن و ارتقاء سطح تجارت خصوصا بین دو کشور اقدامات خوبی رو انشالله انجام بدیم. این سیاست دولت هستش. الحمدلله تو این مورد هم تلاش زیادی شده. ما هم امیدوار هستیم که بتونیم در این سفر به این اهداف کمک بکنیم که عملیاتی بشه و انشالله کارهای مفیدی رو بتونیم برای هر دو کشور انجام بدیم. خیلی سپاسگزارم. انشالله در ادامه سفر در خدمت هستیم. سلامت باشید.